سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز و محترم همراهان آنتن. من علیرضا رحیم‌زاده گزارشگر مسابقه هستم و بریم به تگزاس. ال کلاسیکو، رئال مادرید و بارسلونا. یک بار دیگه گوندوان برای دیانگ، یه پاس پشت محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن بارسلونا، یه پاس دیگه برای گوندوان، موقعیت برای ارسال توپ هم هست، سمت چپ میارن برای بالده، سانتر روی دروازه انجام میشه، موقعیت برای بارسلونا، این ضربه از رومئو، توپ خود به تیر دروازه، چه کسی، رومئو. رو عقب، موقعیت هست، فرصت به زدن ضربه، یه کار تمرین شده قشنگ داخل محوطه جریمه و توی دروازه. چه گلی، چه گل تمرین شده قشنگی زدن بازیکن بارسلونا و دمبله است که حساب کار 1-0 میکنه. یه گل مدرسه‌ای زدن بارسایا، اینجوری یه کنترل، چه پاسی و این ضربه، با اینکه زاویه خیلی هم باز نبود اما این ضربه خیلی خوب و مهار نشدنی رو زد عثمان دمبله و حساب کار 1-0 کرد. عالی از پدری، ارسال پشت مدافعین، والورده، فرصت داخل محوطه جریمه، اونجا اعتقاد به هند پنالتی دارن و بله پنالتی گرفته داور، پنالتی برای رئال مادرید و میگه توپ به دست خورده و دیگه ببینیم چه اتفاقی رخ داد. ارسال والورده بود روی دروازه، این مرداری خیلی نشون نمیده، یه دستی بازه اینجا، خوبه دست که بازه دیگه، بله وقتی میخوره میکشه آراوخو، خیلی واضح بود به نظر دیگه هند این بازیکن، ببینید از کاملا بازه. حالا وینیسیوس حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و از دست میده، این توپ از دست داد وینی جونیور. ببینید وینیسیوس پنالتی رو به این شکل از دست داد. سمت راست، فرصت برای بازیکنان بارسلونا، خوب دارن بازی میکنن، بهتر از رئال بودن. داخل محوطه جریمه، حرکت فوق‌العاده پدری، ضربه به سمت دروازه و عرض زمین رو طی میکنه و به بیرون میره. میتونه خطرناک باشه، ضربه مستقیم زده میشه، قشنگم زده میشه خوب از تر اشتگن. ضربه قشنگ رودریگو و دست مخالف تر اشتگن. پشت محوطه جریمه، کورتوا به سمت مانون نویر، ضربه زده میشه از همونجا و تو به بیرون رفت. فرصت رو ببینیم با هم دیگه، بازم بلینگام یه تک میزنه اونجا، فرصت برای بازیکن رئال مادرید، گل شد یا نه؟ بازم نشد، بازم تیر دروازه و اونجا اعتراض بازیکن بارسلونا به داور مسابقه که چرا خطا نمیگیری، 2 تا تیر دروازه زدن. فاصله 5 دقیقه تا انتهای نیمه اول. فرصت برای بارسلونا، لواندوفسکی تک و تنها، یه لحظه اشتباه، دمبله تک به تک، دمبله خراب میکنه، تک به تک رو خراب کرد عثمان دمبله. اینم اشتباه مندی بود که قشنگ توپو داد به دمبله، خودش هم خورد زمین، وسطش رو کورتوا نجات داد. واقعا مندی خیلی ضعیف شده. یه تکل از پشت، حالا خشن شده این بازی، یه دعوا بالا میگیره و کارت زرد. آخ اینجایی که میگن ال کلاسیکو هیچ وقت دوستانه نیست. داور داره سعی میکنه تماشا بکنه و منتظر وایسی که ببینه کی قائله تموم میشه، کارتو شروع بکنه. کارواخال بازم برای والورده، داخل محوطه جریمه، ضربه زده میشه اونجا، بکنش خوب از تر اشتگن. سمت راست، دمبله به پای چپ، دمبله قشنگ میزنه، میگیره کورتوا. 1 ساعت از زمان مسابقه رفت. بازیکن مقابل وینیسیوس،
کار سخت میشه برای رودریگو. این برای شوامنی، ضربه رو میزنه، قشنگم میزنه. واکنش خیلی خوب از ترشتگن. باز هم تیر دروازه و باز هم ترشتگن. ضربه ناگهانی شوامنی، نتونه ضربه خوبی رو به توپ بزنه. وینی جونیور، یه حرکت قشنگ دیگه. آلابا، فرصت برای رئال. آلابا روی دروازه میفرسته اونجا، برمیگردونن بازیکن بارسلونا. شوامنی میزنه، کارواخال دور میکنه. ضد حمله رئال مادرید. حالا از سمت چپ به سمت دروازه، فرصت برای وینیسیوس. وینیسیوس و رودریگو. خود وینیسیوس داخل محوطه جریمه، موقعیت برای وینیسیوس، ضربه رو میزنه اونجا و اختلاف کم توپ با دروازه، به بیرون رفت. شوامنی، اشتباه بازیکن رئال. تونی کروس اشتباه میکنه. فرصت برای لوپز و توی دروازه چه گلی میزنه. لوپز میزنه، از تیم بی بارسلونا میاد به رئال گل میزنه. تو آمریکا ال کلاسیکو کلا همش به سود بارسلونا است. اشتباهی که تونی کروس مرتکب شد و اینجوری لوپز رئال رو جریمه میکنه. وینیسیوس، حرکت قشنگ از وینیسیوس، میزنه از همونجا، بازم تیر دروازه. که دیگه رئال هتریک میکنه در تیر دروازه. این ضربه پای چپ و برگشت توپ روی دروازه. فرصت از این ضربه وارد دروازه نمیشه. نمیتونه رئال گل بزنه. 4 دقیقه وقت تلف شده. فرصت برای بارسلونا، فرصت برای گل سوم. حرکت قشنگ و گل سوم. بله، 3-0 بارسلونا. لوپز هم پاس قشنگی داد، مستعد و با انگیزه نشون داده لوپز. و این هم شد پایان این دیدار. برتری 3-0 بارسلونا برابر رئال مادرید. ممنون که همراه من بودین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.